گلچین هفته. سلام. 78مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمد ماهور اثر درویش خان آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد زیبا را گروه شیدا اجرا کرده است.
پیش درآمد ماهور اثر درویش خان را با اجرای گروه شیدا شنیدید. گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور یکی دیگر از تصنیف‌های عارف را در استودیوی رادیو اجرا و ضبط کردند. این تصنیف را که اثری از سفر عارف به ترکیه در آن هست با صدای شجریان میشنوید.
به ترانه دلم شکستی با صدای سیما بینا گوش کنید. آهنگ این ترانه از حسن یوسف زمانی و شعر آن از هما میرافشار است. هفته گذشته دستگاه نوا را با ستار استاد ابوالحسن صبا برای شما پخش کردیم. امروز آوازی در نوا را با صدای هنرمند ارجمند بنان
و پیانوی شادروان مرتضی محجوبی میشنوید. کسی داشتی یا به تو دسترسی داشتی
یا به تو دست یا در این غم که ما هر دم هست یا همدم خویش کسی داشتنی یا غمم بودی اگر در غم تو نفسی هم نفسی داشتم نفسی هم نفسی داشتم گر لبت آن من هستی ز جهان کافرم گر هوسی داشتم
گر لبت آن من استی ز جهان کافرم گر هوسی داشتنی عزیز من اما عزیز من اما
سر به زر ریختن در پایت، سر به زر ریختن در پایت، گر از این دست بسی داشتم بسی داشتم گر نخواهی خاک تو شدی، گر نخواهی خاک تو شدی، که جهان را به خسی داشتنی یا گر نخواهی خاک تا شدی، که جهان به خسی داشتنی
عزیز من آواز نوا را با صدای لطیف بنان و پیانوی مرتضی محجوبی شنیدید. در انتظار سحر نام ترانه است با صدای مرثیه. آهنگ این ترانه از محمد رضا لطفی و شعر آن از مرتضی رضوان است و هنرمند ارجمند جواد معروفی آن را برای ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران تنظیم کرده است.
هفته گذشته اجرای قدیمی تصنیف زمن نگارم را با صدای مرضیه شنیدید. امروز این تصنیف را عبدالوهاب شهیدی با تنظیم فرامرز پایور همراه گروه نوازندگان فرهنگ و هنر می‌خواند.
جان دادن آسان یارب کن آسان آسان یارب کن آسان آسان این مشکل من یارب کن آسان آسان یارب کن آسان آسان این مشکل من یارب کن آسان آسان یارب کن آسان آسان این مشکل من ز من نگارم عزیزم خبر ندارم به حال زارم حبیبم نظر ندارم خبر ندارم من از دل خود دل من از من عزیزم خبر ندارم دل من از من عزیزم خبر ندارم کجا رود دل عزیز من که دلبرش نیست کجا رود دل عزیز من که دلبرش نیست کجا پرد مرغ عزیزم که پر ندارد کجا پرد مرغ عزیزم که پر ندارد اما نزدین عشق عزیز من و فغان عزیزه اما نزدین عشق عزیز من و فغان عزیزه که غیر خونه جگر ندارم
عزیزم همه تباهی، مگر شب ما عزیزم سحر ندارد. 78مین برنامه گلچین هفته را با رنگ راک اثر شادروان نورعلی برومند به پایان میبریم. این رنگ را گروه شیدا اجرا کرده است. رنگ راک اثر شادروان نورعلی برومند را با اجرای گروه شیدا شنیدید و به همین جا برنامه گلچین هفته به پایان میرسد. خدا نگهدار.